این روایت و این داستان را من در القدیر تفصیلا نوشتم. مصادر عجیب و غریبی دارد این داستان. شهود علما این داستان را بیان کردن. معجم الادبا در کلمه سیزستان این کلمه را نقل کرده. میگوید جمیع منابر مسلمین، جمیع حواضر مسلمین یک جایی نمانده مگر در ایران سیستان، مگر در اونجا در تمامی منابر بعد از خطبه ها، بعد از جمعه ها، بعد از نمازها، در قنوتها علی بن ابی طالب را لعن می‌کردند. حتی در منبر مدینه و مکه علی بن ابی طالب را لعن می‌کردند. 61 سال این مسئله ادامه پیدا کرده. زمخشری می‌نویسد، میگوید که 75,000 منبر معاویه تأسیس کرد برای لعن علی بن ابی طالب. شما دعوا را مصالحه کنید، یک طرفی بکنید. شما را به امیر المؤمنین یک نفر در توی کوچه برای شما حق کند تا روز مرگتون از اون میگذرید؟ علی را مصالحه میکنید؟ میخواه از حقوق علی بگذرید؟ 61 سال قنوت مسلمان ها در کتاب ها موجود است. 61 سال مسلمان ها این روایت را خوندن، در قنوت این قنوت را خوندن: اللهم انی اشهد ان علی ابن ابی طالب قد الحد فی دینک فلعنه. خدایا من شهادت میدهم علی در دین تو کافر بود، لعن کنه. ای بابا بگذر، بدترین کلمه است در اسلام. از چی بگذر؟ از علی بگذر، از ناموس بگذر. علی ناموس ماست، علی عزت ماست، علی شرافت ماست، علی شرافت خلقت است، علی شرافت بشریت است. از علی بگذر. ما در دنیا چی داریم؟ ما مسلمان ها چی داریم؟ اروپایی ها چی را به ما خضوع میکنن؟ میگوین مسلمان ها علی دارن. مجله المختار را ببین چی می‌نویسد. مجله المختار میگوید که مجله المختار مجله است که 7 میلیون عدد از این مجله در هر ماه نشر می شود. 7 میلیون عدد. مجله المختار ببین چی میگه؟ میگه مسلمان مادام علی دارد حکمت در دنیا موجود است. میگه حکمت موجود است در دنیا اگر علی موجود است. بگذار از علی. با بگذار فقط چی هست؟ ما بالکل معامله نیستیم. هیچ جا بود. پدر شما را اگر میکشتن شما ول میکردید، برادر شما را میکشتن ول میکردید. روح الارواح هست. خدا به ما سپرده است. ما سپرده شده است. روح ماست، عظمت ماست، جلالت ماست از بین برده. چطور شد؟ عبدالملک بن مروان رفته بالای منبر. این روایت را خطیب بغدادی نقل میکند، سایر نقل کردن، من در القدیر نقل کردم. عبدالملک مروان رفته بالای منبر، بعد که خطبه خونده علی بن ابی طالب را لعن میکند. راوی از رفیقش میگوید من در نماز بودم، پرسیدم که این علی بن ابی طالب که عبدالملک بن مروان اینقدر اصرار دارد در لعن این چی است؟ این کی است؟ این چیکاره بود؟ گفت هذا لص من لصوص المدینه. این یک دزدی بود از دزدهای مدینه. این را بدانید. والله اگر مبالغه میکنم، به خودشم گفتم، قسم به امیرالمؤمنین، اگر حیات داشتم، اگر تحقیقاً کار نداشتم، اگر مأموریتی نداشتم که به ادب مأموریت او بودم، والله شب روز در پیش قبرش می‌نشستم و گریه می‌کردم. علی مظلوم است، علی از بین رفته.